پیام دادن به کارمند بعد از ساعت کاری ممنوع. در پرتغال یه قانونی وضع کردن که اگر رئیس به کارمندش بعد از ساعت کاری پیام بده تا 11,000 دلار میتونه جریمه داشته باشه، نباید این کارو بکنه. حالا مقایسه کنید با کشور عزیزمون که تازه بعد از ساعت کاری کارا شروع میشه. آقای رئیس ساعت مثلا 12 شب تصمیم میگیرن که به خانومی که براش کار میکنن پگاه جون بیدار، پگاه جون من از خانم معیری بگو دهنت عادت کنه اولا. بعد درخواست خیلی غیر منطقی هم داره، مثلا تا صبح میتونی این 300 صفحه اکسل رو آماده کنی که ما جلسه داریم من اینو باید برسونم. تا صبح میتونی چینی یاد بگیری، ما یک جلسه با یک گروه چینی داریم، زحمت ترجمه رو بکشی که من الکی مترجم استخدام نکنم. بعد تو همه چی هم دخالت میکنه، چیزهای شخصی مثلا تو همه چی هم دخالت میکنن، تو همه چی ها. شما از شرکت رفتی پگاه جون به سلامت رسیدی؟ و به سلامت نرسیده باشه تو چه میخوای بخوری مثلا؟ چه کاری ازت برمیاد؟ تو خیلی نگران سلامتیش هستی، بیمش کن، حقوقشو به موقع بده، اخراجش کن اصلا. پیش توی هوسران اگر کار نکنه حتما سلامت بهتری خواهد داشت. بعد شوخی‌های بیمزه مدیرم باید تحمل کنی، هر روز یه دونه از این جوکای میدونی ماهیا به فلان چیز چی میگن بهت میگه قطعاً که تو نمیتونی حدس بزنی. به آخر جوک خودش بلند بلند میخنده درد. یه سری ریل برات میفرسته که چک میکنه خانم فلانی این ریلزایی که من برای شما میفرستم و شما سین نکردی، علیرغم اینکه من دیدم استوری گذاشته بودی مسئله‌ای پیش اومده، به ریلزای مهندس احمدی خیلی خوب میخندی، به ریلزای ما نمیخندی. این آقایی که شما رو میرسونه برادرتون، به تو چه؟ بعد همین آقا موقع حقوق دادن که میشه دیگه فقط همه چی حرفه‌ای. ساعت 6:30 عصر مثلا پیام میدی که مهندس اگر میشه این حقوق این ماه ما رو بده، فقط در تایم اداری به من پیام بدید، من زن و بچه دارم و بعد از تایم اداری این تایم رو برای خانواده‌ام گذاشتم. بعدش هم چه خبر حقوق؟ همین ماه پیش حقوق گرفتید. البته ما به عنوان کسایی که الان ساعت 1:30 شب داریم ضبط میکنیم و عملاً بچه‌ها رو به بیگاری گرفتیم، بهتره که از این حرفا نزنیم.